السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران عزیز و فرزندان مهربان. از امروز شروع میکنیم به قصه های آسمانی برای کودکان. قصه امروزی ما کمک به پدر و مادر نام دارد. در زمانهای پیش از ما ابراهیم شخصی بود که او پیامبر خدا بود. ابراهیم پسری به نام اسماعیل داشت. اسماعیل هم پیامبر خدا بود. او به پدر و مادرش کمک میکرد. روز خداوند به ابراهیم فرمان داد تا خانه کعبه را بسازند. ابراهیم به پسرش اسماعیل گفت: پسرم اسماعیل، خداوند به من فرمان داد تا خانه کعبه را بسازم. اسماعیل فرزندم، آیا به من کمک میکنی؟ اسماعیل گفت: بله پدر جان، برای شما کمک میکنم. ابراهیم و اسماعیل به کمک یکدیگر خانه کعبه را ساختند و دعا کردند که خداوند کار خوب آنها را قبول کند. برادران و خواهران عزیز و فرزندان مهربان، خانه کعبه در شهر مکه است. مسلمانان از سراسر دنیا برای انجام حج به آنجا می آیند. مردم از ابراهیم و دیگر پیامبران خوب خدا پیروی می کنند و کارهای خوب انجام می دهند. موضوعی که درباره این نقل کردیم در قرآن در سوره بقره آیه 125 و 129 نقل شده است که الله سبحانه و تعالی می فرماید: و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت، یعنی و آنگاه که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه را بالا می بردند. پدران و مادران عزیز، این قصه را در قرآن الله سبحانه و تعالی برای بندگانش ذکر کرده است. از همه شما خواهش میکنم که این قصه را برای فرزندانتان بیاموزید تا که از حیات پیامبران پیشین با خبر باشند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.